راه به سمت وادی یغناب همین خیل آغاز می شود. نه هر ماشین می تواند از آن عبور کند. همون شب سهراب در چپکر یگانه راه به وادی یغناب خیلی دشوارگذر است و نه هر نقلیات میتوانند از آن عبور کند. مثلا نقلیات ما به نزدیکی اولین دهه این وادی، دهه مرغ نزدیک میشد که از تاثیر سنگ و خرسنگ ها چرخ آن شکست و خود شما هم میبینید که اگر در این راه خود یک نقلیات ویران شده در راه بند ماند، دیگر نقلیات ها نمیتوانند از آن عبور کنند. از دهه سرواده ناحیه عینی تا دهه مرغب 39 کیلومتر راه است. آن را در مدت قریب 2 ساعت میتوان با نقلیات طی کرد. بعد از آن تنها 30 کیلومتر دیگر میتوان با ماشین به داخل یغناب رفت. اینجا آخرین نقطه راه ماشینگر در وادی یغناب است. از دهه مرغب، از نخستین دهه این وادی تا اینجا 30 کیلومتر راه است و ما این 30 کیلومتر راه را دوام 2 ساعت پیمودیم. بعد از این برای رفتن به دیگر دهه‌های وادی یغناب ما باید راه خود را پیاده و با چاروا ادامه دهیم. خر و اسب تا حال واسطه اساسی رواعه و بارکشانی برای بیشتری ساکنان وادی یغناب باقی مانده است. نبودن راه مناسب زندگی ساکنان را در این گوشه دوردست تاجیکستان مشکل کرده است. این راه ما از ما همین نوامبر گویا که مع میشد. خاص سپتامبر اکتبر هم راه ماشین هایی که ماه اکتبر راه ماشین ما مع میشد. تا ماه اکنون اپریل پیاده راه هم کشاده میشد. مرغی به انجام میده مثال شهرها پیش تبار دوشنبه ظفرآباد. انا راه ماشین ماهای این کشاده میشه. یک شکایت اساسی ساکنان چند دهه یغناب تا آخر ساخته نشدن همین پل است. به گفته ساکنان شکایت‌های زیادی آنها برای تا آخر ساختن این پل بی نتیجه است. صبح هم وای مبلغ هم مردم که مثلا خلق چیزی که مثلا بویفت از ظفرآباد تا دوشنبه جمع کردم مثلا سیمنت چه آوردیم مثلا هوای پرچ ریختیم با من هم خا این آهناش مثلا حکومت دادگی بود، حکومت مثلا عینی سو ایسا عینی دادگی بودن، لکن اینا مثلا خیلی با مبلغ در کاره که بالا باید مثلا پوشوندن مثلا محکم کنن مبلغ در کاره. به گفته ساکنان به خاطر نبودن راه 10 نفر از ساکنان مجبور شدند یغناب را ترک کنند. این خط باریکی راه یگانه مسیر روا برای ساکنان دهه کریانت آخرین دهه در یغناب است. ساکنان به واسطه همین خط باریکی راه مال و محصولات خود را میکشانند و خودشان هم رفت و آمد میکنند، چون دیگر راه ندارند و این راه تنها چاروا میگذرد. به گفته ساکنان وادی یغناب تا 10 سال پیش در دهه کریانت حدود 30 خانواده زندگی میکرد، ولی حالا از این 30 خانواده تنها 2 خانواده مانده است، باقی از اینجا کوچیدند. ما حالا میرویم تا با وضع زندگی این مردم در شرایطی که راه مناسب ندارند آشنا شویم. راه به سمت آخرین دهه یغناب 8 کیلومتر است. ساکنان محلی آن را دوام 2 ساعت و مهمانان در 4 ساعت عبور میکنند. نبودن راه این دهه را خالی کرده است. ما یک خلطه آردم مثال گیریم همین اگر 30 خلطه آردیم براریم از همون دهنه بینید که مثال 2 خر داشته باشیم خیلی یک تینه همسایه گیری یک تینه 4 خر من 30 خلطه آرد 10 مراتب ما همینجور میریم میبریم 10 بار میریم میبریم با یک جاگه من هار دیدی یک تکجر شده گر همون 300 تا همینجوری 350 آرد غلطه دیگر همون خر 2000 3000 آرد هم تو میره دم دایره. مقامات رسما در این باره صحبت نکردند. یک مقامدار اداره نقلیات ولایت سوخت به رده آزادی گفت برای بازسازی راه‌ها در یغناب فعلا یگان برنامه روی دست ندارند، در حالی که ساکنان گفتند بارها از مشکل خود به مقامات شکایت کردند. مسئول بخش نقلیات ولایت سوخت میگوید در این باره شکایت دریافت نکردند.
برای رفتن از یک دهه وادی یغناب به دیگر دهه حتما با خود راه بلد گیرید، چون به راه بلد پیدا کردن این راه ها مشکل است. همین چند لحظه پیش ما با همکارم راه را گم کردیم و از کنار یک کوه گذشتیم که اگر می افتیدیم ممکن بود که جسدام پیدا نمیکردن و از آن که از ترس آن که نرفتیم حتی خورها را دست کرده گذاشتیم که دستانم پر از خور است. ولی برای همین یگانه را اگر که شما راه بلد ندارید می توانید از روی سرگین چاروا و هم از روی پای چاروا راه خود را پیدا کنید. ساختن پل و راه مناسب آرزوی همه ساکنان یغناب است. بسیاری ها در یغناب راه چاره را در کوچیدن از اینجا می‌بینند. این نورس میگوید اگر راهشان خوب شود از یغناب نمی رود. اما کوپرو شود تمام راه اینا هستن. کوپرو نیست، اما کوپرو کلون نیست. اون کلون با ماشین نمیگذرد، این میدهش با میگذرد. همینجا با و میشینم، همینجا با کلون میشینم و پیر میشینم. وادی یغناب در 120 کیلومتری دوشنبه قلعه در میان قطارکوه‌های زرافشان است. در حال حاضر در 13 دهه این منطقه همگی 500 نفر زندگی میکنند. قبلا در یغناب 32 دهه وجود داشت ولی مردم آن به ناحیه ظفرآباد، ورزاب و اطراف دوشنبه کوچ داده شدند. مولا رجب یوسفی، فرزان محمدی، آزادی، وادی یغناب.